دوره‌های پارچه‌شناسی معمولاً در 2 سطح برگزار می‌شود. سطح اول با عنوان پارچه‌شناسی و شناخت الیاف است و سطح دوم با عنوان کنترل کیفیت پارچه و پوشاک ارائه می‌شود. در سطح اول مسائل فنی از پایه‌ای ترین مباحث آغاز می‌شود و گام به گام اطلاعات مربوط به الیاف و پارچه‌های کاربردی بر مبنای جدیدترین اتفاقات حوزه مد بیان می‌شود. مخاطبین این سطح طراحان لباس و پارچه، فروشندگان پارچه و پوشاک و همچنین تولید کنندگان پارچه و لباس هستند. در سطح دوم تمرکز روی خرید و تهیه مواد اولیه تولید پوشاک شامل پارچه و ملزومات تولید خواهد بود. از این رو این سطح از آموزش‌ها بیشتر مناسب صاحبین کسب و کار پارچه و پوشاک در بخش‌های تولید، واردات و فروش خواهد بود. با قاطعیت بله. به طور کلی شناخت پارچه ها علاوه بر دانستن مباحث فنی نیاز به لمس و تجربه شهودی نیز خواهد داشت. از این رو طی تمامی این سالها سعی کردم تعداد بسیار زیادی از پارچه ها با جنس های مختلف و لباس هایی با فناوری های متنوع رو جمع آوری کنم. هدف از گردآوری این بود که در جریان آموزش ها شرکت کنندگان بتوانند به صورت تجربی با لمس و دیدن جنس های متنوع با